روز یکشنبه در یک مراسمی با تنتنه در ورزشگاه مراکن شهر ریو دی ژانیرو اولین بازی‌های المپیک تابستانه در آمریکای جنوبی به پایان رسیدند. ده‌ها هزار تماشابین با لباس‌های زرد همرنگ با پرچم برزیل خیلی خوشحال بودند، زیرا در روز آخرین منتخب برزیل، یک کشور میزبان بازی‌های 31 المپیک، در ورزش‌های محبوب این کشور یعنی فوتبال و والیبال مردانه مدال طلا به دست آوردند. حتی هوای سرد بارانی هم این عید را خلل‌دار نکرد. در دوام 17 روز گذشته 306 مدال طلای المپیاد صاحبان خود را پیدا کردند. ریو دی ژانیرو پرچم المپیک را به میزبان المپیاد آینده که سال 2020 در شهر توکیو دایر خواهد شد تقدیم کرد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک اعلان کرد که بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو رسما خاتمه یافتند. I declare the games of the 31st Olympiad closed. یک روز پیش از انجام بازی‌های المپیک، دلشاد نظروف گرزانداز معروف تاجیک با پرتاب گرز به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر برنده مدال طلا شد. پیروزی دلشاد نظروف با موج زیاد تبریک و افتخار در شبکه‌های اجتماعی و همینطور محافل خاص و عام در تاجیکستان روبرو گردید. خود او بعد به گردن آویختن مدال طلا در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که قهرمان بازی‌های المپیک شدن آرزوی کودکیش بود و بالاخره به آن دست یافت. این آرزو از خردی در دلم جای داشت و من بهر اجرای آن سالها تلاش داشتم. امید دارم که در تاجیکستان قهرمانان دیگری المپیک نیز پیدا می‌شوند. حالا در اینترنت جمع‌آوری امضا برای دادن عنوان قهرمان تاجیکستان به دلشاد نظروف ادامه دارد. طرفداران این اقدام از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که پیروزی دلشاد را در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو با این عنوان بلند دولتی قدر کند.